به زودی انتقال گاز شبرغان از طریق یک خط لوله جدید علاوه بر کارخانه کود برق مزار شریف برای شهروندان مزار شریف نیز گاز توزیع خواهند شد. این پروژه ملی پایپلاین انتقال گاز خوجه گوگردک شبرغان به فابریکه کود برق مزار شریف به تاریخ 17 سرطان 1402 با حضور شهاب الدین دلاور سرپرست وزارت پترولیم و معادن و شمار دیگر از مسئولان امارت اسلامی طی محفلی در شهر شبرغان افتتاح شد. وزارت معادن میگوید ساخت این خط لوله گاز 53 میلیون دلار آمریکایی معادل 609 میلیون افغانی هزینه برمی‌دارد که 94.5 کیلومتر طول دارد و از بودجه ملی کشور تمویل می‌گردد. این پروژه ظرفیت انتقال 170,000 متر مکعب گاز را با فشار 150 اتمسفر در 24 ساعت دارد و یکی از پروژه‌های مهم گازی افغانستان به شمار می‌رود که کار آن توسط انجینیران مسلکی افغان به پیش می‌رود و این نخستین باری است که در بخش گازرسانی به کارخانه کود برق مزار شریف به این پیمانه سرمایه‌گذاری می‌شود. برای تکمیل شدن این کار انتقال گاز از شبرغان به شهر مزار شریف 3 سال تعیین شده است. در ظرف 6 ماه گذشته بیش از 20% کار آن پیش رفته. با در نظر داشت کاری که تا به حال اجرا شده است، احتمال دارد این پروژه از میعاد تعیین شده آن وقت‌تر تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. از سوی هم کار بازسازی چاه‌های گازدار شبرغان جریان دارد و تا اکنون 3 چاه گازدار در این ولایت به بهره برداری سپرده شدند. کارخانه کود برق مزار شریف در سال 1353 به فعالیت آغاز کرد و در آن زمان در یک شبانه روز 400 تن کود کیمیاوی و 36 میگاوات برق تولید می‌کرد و نیز بخشی از کود کیمیاوی این کارخانه به بیرون از کشور صادر می‌شد. گازی که توسط این پایپلاین انتقال داده می‌شود در صنعت کود برق، شیشه سازی و شرکت IPP غضنفر برای تولید برق استفاده می‌شود. در ضمن گاز این پایپلاین در آینده نزدیک به منازل رهایشی کود برق نیز وصل و توزیع خواهد شد. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسم افتتاح کار این پروژه گفت پایپلاین قبلی گاز این مسیر که بیشتر از 50 سال قبل تأسیس شده بود که تقریبا از کار افتاده است و توان پاسخگویی به نیاز مصرف برق مزار شریف، غضنفر گروپ و جید گلاس را ندارد و حال با تکمیل کار پروژه بزرگ ضمن بلند رفتن ظرفیت تولیدات فابریکه کود برق مزار شریف، افزایش ظرفیت تولید شیشه و ساخت گاز CNG در مزار شریف نیز استفاده خواهد شد و از ضایعات گاز در مسیر راه نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد. امارت اسلامی این پایپلاین انتقال گاز را در حال افتتاح کردند که در سال 1397 خورشیدی مقام‌های امنیتی حکومت پیشین ادعا کردند که طالبان خط لوله گاز شبرغان مزار شریف را قطع کرده است. مسئولان امنیتی بلخ در آن زمان به رسانه‌ها گفتند که قطع این خط لوله گاز باعث شده است که کارخانه کود برق این ولایت از فعالیت باز بماند. امارت اسلامی افغانستان متعهد به اعمار و بازسازی کشور در تمام عرصه‌ها بوده و همیشه در تلاش است تا خدمات شایان را جهت رشد و توسعه اقتصادی به هدف خودکفایی که در پرتو آن فراهم شدن زندگی مرفه مردم حتمی است انجام دهد. که به سلسله این هدف شهاب الدین دلاور وزیر معادن و پترولیم امارت اسلامی و والی ولایت بلخ طی مراسم 6 ماه قبل شبکه انتقال گاز از شبرغان به شهر مزار شریف را افتتاح کردند. هدف آن استفاده مزید از انرژی گاز در تولیدات صنعتی کشور جهت رشد و توسعه تولیدات صنعتی به منظور خودکفایی در آینده و موازی به آن حل مشکلات اقتصادی مردم از ناحیه مواد سوخته و غیره می باشد. هر بخشی از زنجیره تولید گاز طبیعی برای تأمین تقاضای مصرف کنندگان حیاتی و مهم است. مقدار ذخایر و تولید می تواند روی انتظارات و نیازهای بازار گاز و همچنین روی قیمت‌ها در شرایط فعلی و آینده تأثیرگذار باشد. به همین ترتیب در دسترس بودن ظرفیت خطوط لوله گاز تعیین کننده می باشد که چه مقدار گاز و به چه نواحی قابل انتقال است. بنابراین این فاکتور نیز روی زنجیره تولید تأثیر می گذارد. همچنان روی توازن عرضه تقاضای گاز طبیعی در سطح ملی و منطقه‌ای اثر خواهند گذاشت. خوشبختانه که افغانستان از لحاظ منابع گازی و نفتی یک کشور غنی بوده و می تواند با سرمایه‌گذاری‌ها در عرصه بازسازی و ایجاد تأسیسات در این خصوص بر رشد و توسعه اقتصادی نائل گردد. امارت اسلامی با توجه بر اهمیت مسئله همیشه سعی دارد تا به اعمار و بازسازی منابع عایداتی مبادرت ورزد و از این طریق خدمات شایان را به نفع کشور و ملت خویش انجام دهد تا باشد کشور و ملت ما در آینده نه چندان دور و مدارج عالی ترقی فایق آید. چنانچه یکی از نمونه‌های بارز آن
جهت تحقق این هدف بزرگ همان افتتاح انتقال لوله گاز از شبرغان به مزار شریف می باشد که در پرتو آن سهولت‌های لازم برای مردم ما و در طویل المدت بر رشد و توسعه اقتصادی منتهی می گردد. به امید افغانستان آرام، آباد و صنعتی. سعدالله محمدی هستم و ممنونم از اینکه کانال ما را برای تماشا کردن انتخاب کردید. دیدگاه و نظریاتتان را در قسمت کامنت بنویسید و اگر تا هنوز به کانال ما پیوسته باشید، نخست ویدیو را لایک، سپس کانال ما را سابسکرایب و آیکن زنگ را فشار دهید و ویدیو را با دوستانتان شریک بسازید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتان. 52 سال از او گذشته بسیار خراب شده، تکنیکی مشکلات داره، گاز ضایع میشه. این تقریبا پایپلاین 95 کیلومتر یا 94.5 کیلومتر است و این به مصارف و بدهی خود امارت اسلامی افغانستان انشاءالله تکمیل می شود. فایده ای است که کود برق هم بسیار انشی بالا می رود، تولیدش بالا می رود، با فابریکای شیشه سازی با اون انشاءالله بسیار بالا می رود ظرفیتش و هم با تولید برق ای چی میکنه، تولید برق بالا می شود و هم با سی ان جی در مزار شریف. حتی این امکان داره که بخیر با مزار شریف در بخانه ما گاز توزیع کنیم. د پایپلاین پروژه ده د دې ټول 4 کیلومتره ټول دی دا د جوزجان د خواجه ګوردک څخه مزار شریف د کودي برق دولتي شرکت پورې تمدیدیږي همدغه پایپلاین. که دا پایپلاین نوی پایپلاین موږ تمدید کوو، موږ به کولی شو چې بیا د دغه پایپلاین په توسط باندې هم د کودي برق ګاز تامین کوو او هم د جیتګیلاس ګاز تامین کوو او هم د غزنفر گروپ ګاز تامین کوو. زیاد احساس خوشی میکنیم چون در وطن ما یک آرامی 100% آمادگی سابقه که ما در پایپلاین کار میکردیم بسیار زیاد با تکلیف بودیم، هر دقیقه از اینها رنج میبردیم که خدایا ما کار میکنیم زحمت میکشیم، اما هر دقیقه ترس و لرز بودیم. برای فعلا خدا را شکر هزار بار از وزیر ما از بستر رهبری امارات اسلامی بسیار زیاد خوش هستیم. واقعا از کار خودم راضی هستیم و شب و روز هر شب و روز ما بسیار با خوشی با شوق و ذوق کار میکنیم. این پروژه فعلا عملا با استاندارد API پیش میره و پرسنل ما که میبینین اینجا فعالیت دارن، ولدینگکارای ما اینا کلشان تحت نظر گروپ‌های متخصصینی که در جوزجان آمده بودن. اینا بسیار ولدینگکارای بسیار قوی و سرتیفیکیت‌های بین المللی دارن. حتی اینا برای مدت به کشور دبی در اینجا ترینینگ‌های مخصوص دیده.